responsible to be sending citizens in Iran to their deaths? Do you bear some responsibility? As I said, this is a war, and war has casualties. I didn't ask the people to come to the streets to fight against the regime. آقای رضا پهلوی میگه مردم بریزیم تو خیابون یه چیزی میشه. میگیم طرح تغییر رژیم داریم که نه. میگم بیزینس پلن داریم که نه. میگم آیدیا داریم که نه. میگم مردم میریزن بیرون بعد چی میشه؟ تارگتت کیه؟ دهه 90 میگم مادر فلان دهه 90 اصلا عقلش کار نمیکنه که بیاد تو خیابون چون گوه میخوری فراخوان میدی. دهه 80 میگم یه آدم با شعور و یه سیاستمدار میگه کثافت لجن داری رو احساسات دختر پسرای 18 ساله و 20 ساله وارد میشی که چیزی از سیاست نمیدونن. خود سیاستمدارای جهان میگن زیر 18 سال تو آمریکا نمیتونی مثلا رأی بدی مثلا تو فلان کشور، یا زیر 16 سال یا زیر 21 سال در امپراتوری پارس که ما داریم راجعش حرف میزنیم.